14 اکتبر سال 2022 در دادگاه شهر نرفمینسک ولایت مسکو روسیه ایبدار کننده دولتی برای شهروند 27 ساله تاجیکستان امیدجان جباروف همچون جزا 10 سال زندان را طلب کرد. این زاده جماعت غزنترک نویه دوشتیش به قیمت 100 میلیون روبل پول نقد از امسر آوازخوان مرحوم روس الکساندر گراتسکی ایبدار می شود. خود جباروف در دادگاه گفته است که شریکان دیگرش او را هم مثل یک لغ فریب دادند، اما گمان است که دادگاه به این ادعا باور کند، چون که جباروف قبلا بیان داد که یکی از شریکانش 2 سال پیش هم گراتسکی را که آن وقت زنده بود غارت کرده بود است، ولی آوازخوان آن وقت از ترس جان زن و فرزندان خردسالش به پلیس شکایت نکرده است. همسر گراتسکی مارینا گراتسکایا روز 16 ژانویه سال 2022 2 ماه بعد مرگ شوهرش در نزد خانه‌اش در نویه نرفمینسک مورد حمله غارتگرانه قرار گرفت و آنها را به خانه‌اش برده 100 میلیون روبل برآورده داد. امیدجان جباروف که تا مرز روسیه به قزاقستان رفت ولی ترک روسیه کرده نتوانست، هفته بعد با کمک ویدیو کامرای نظارتی در یک ایستگاه مترو مسکو دستگیر کردند. غارتگران دیگر بعد تقسیم غنیمت بزرگ به دست آوردهشان از روسیه فرار کردند. تفتیش بر این باور است که آنها در تاجیکستان پنهان شدند. انتظار می رود دادگاه حکمش را روز 7 اکتبر اعلام کند. ایبدار کننده در سخنرانی خیلی کوتاهش از دادگاه خواسته است که جباروف را که قبلا هم سود شده بود به 10 سال زندان محکوم کنند. نماینده دادستانی گفته است تفتیشات گناهکار بودن جباروف را بر اساس قسم 4 ماده 162 کودکس جنایتی روسیه در راهزنی به مبلغ خیلی بزرگ از جانب گروه متشکل پورا اثبات کرد. حد اکثر جزا بر اساس این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان را در بر میگیرد. خود جباروف از دادگاه خواسته است که او را تنها برای اشتراک در بنام افتپادستاوا جلب کنند و او نمیدانست که شریکانش در اصل نقشه غارت مبلغ بزرگ را از امسر گراتسکی کشیدند.